بازیشانро مساوی جنبست کردند و حالا 7 امتیازی در حساب دارند. هیئت دسته استقلال سوم نیز متوجه شویم. تماشابین عزیز که آنجا از شهر دوشنبه اولین بازی بود که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار گرفت. اولین شده کلوب مرکزی ورزش ارتش و دسته هولبوک با هم دیگر بازی کردند. دو دسته 4 بر 1 به فایده روشن انجام یافت. حالا باشد استقلال حاصلات. بازی از مرکز میدان شروع میشد و میبینیم که بازی این دو دسته با در بازی دبیوتی خود در استقلال کارت سرخ گرفت و امروز بازی که استقلال حاصلات فرصت حالا برای بازیگران دسته استقلال ضربه به گل 1-0 منوچهر جلیلوف وارد سه پشت پا یک پاس بسیار هم خوب رو به منوچهر جلیلوف انجام داد که با دروازه‌بان اول مهمه استقلال با حساب 3-1 توانسته بود که حاصلات رو شکست بدهد و بعداً ماه نوامبر در بازی جوابی در نهایه فرخور حاصلات پرتاب به داخل جریمه‌گاه فرصت هست برای بازیگران استقلال و اینجا ما اسلام ضربه اسلام و اینجا توپ را داشته میگیرد احمدیت ضربه فردوس و اینجا باز هم برطرف میکند آن را مهردی فردوس فرصت برای بازیگران دسته حاصلات و اینجا کسی نیست که با یک رسش توپ را به دروازه توپ را به خوبی بازیگران دسته استقلال فرصت هست برای زدن گل دوم ضربه هم زدن بشود و سیفولی از جانب دلیر عزیزوف و دو گل دیگر را باشد طاهر جان تقوی‌زاده زد که حالا این بازیگر و یک فرصتی بسیار هم خوب برای بازیگران دسته استقلال بود. یک ضربه دیگر زده میشود و بازی باقی مانده است. امیربک جورابایوف منوچهر فرصت برای او هست به سر اینجا توپ را زده از بیرون میکند در دروازه‌بان دسته استقلال از داخل جریمه‌گاه رضا دهخانی بسیار هم ضربه قوی دارد استقلال در داخل جریمه‌گاه است پرتاب انجام داده می شود و اینجا اولین شده به تو میرسند بازیگران دسته حاصلات جوزف اکامادی فرصت هست برای بازیگران دسته حاصلات پرتاب انجام داده می شود و اینجا کسی نیست که باز هم از زمین باید متوجه میشیم. داور اجازه میدهد پرتاب به داخل جریمه‌گاه بسیار هم یک گل زیبا اکنون اینجا در اجرایش بازیگران دسته حاصلات اسلام خود را رونالدو احساس کرد. اسلام و توپ را به دروازه یوونتوس نه به دروازه استقلال زد. بسیار گل زیبا دسته حاصلات باشد با وحش روز 5 اپریل بازی میکند. باز هم بازی دشوار انتظار دسته حاصلات است. اینجا دلیر عزیز احتم نظروف وقتی اعلام نموده داور الکی انجام یافته است اما تو هنوز صدای شکش را بلند نمیکند. رضا دهخانی پرتابی به داخل جریمه‌گاه فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته استقلال ضربه زده میشود و اینجا و تمام خورشید ددبایف صدای شکش را از انجام بازی دور سوم لیگ اول بسیار هم زیبا رو به ثمر رسانید. بازی رو با شما باشد من شوره فریدون سفرزاده تماشا کردم. حاصلات اولین امتیازها را کسب کرد استقلال باشد اکنون